عزیزم، همسرم، عشقم، مرد قهرمان زندگی من، کجای قربونت برم؟ آقایون از این عبارت محبت آمیز تو این روزا شنیدین تو 7 تا سوراخ قایم شید. این هشدار منو جدی بگیرین. خود من شوخی گرفتم، 3 روز دارم میشورم میسابم، دهنم سابیده شده. اصلا اینقدر که مردای ایرانی تو این روزا رو فرض پارو میزنن واسه کشتی تایتانیک پارو زده بودن غرق نمیشد. کار خوب بابای رفیق من که پارسال دم عید متواری شد. 4 ماه بعد پلیس اینترپل توی ایالت ماساچوست پیداش کرد که خودتو چیز نکن، برگرد سر خونه زندگی، خونه تکونی تموم شده. اونایی هم که نمیتونن فرار کنن لااقل یه جوری کار کنن که دیگران کار نکردنشون ترجیح بدن به کار کردنشون. خانمایی هم که میخوان از آقایونشون کار بکشن کافیه بگه عزیزم این لکه دستی مبل پاک نمیشه، مبلمون رو باید امسال عوض کنیم. جوری برات میسابه از اولش نوتر بشه. خلاصه آقایونم که توی اتاقاشون جاساز دارن، این چیزای قایم کردن که خودشون میدونن، ایام خونه تکونیه. خیلی مراقب باشین که به بنا نرید. آره قولتون برم این خونه تکونی